بزن بریم به سرعت برق و باد، به سمت یک جای خنک مثل ولی آباد. البته که توی راه شکم ما رو دعوت به رستوران خوانده‌ای کرد و ما هم حسابی ازش استقبال کردیم، ولی بعدش با چشمای باز محو تماشای منظره مه‌آلود ولی آباد شدیم. هوایی تمیز، خنک و فضایی پر از آرامش. بعد یه استراحت منطقی من و بابا به سمت تپه‌های ولی آباد حرکت کردیم. این منظره که دارید مشاهده میکنید اول صبح زوده و هنوز مه‌ها نیومدن. در حال بالا رفتن از تپه متوجه شدم که اجسام از پشت مه به شکل متحرک در میان که بعدش سرچ کردم و متوجه شدم یک دلیل علمی داره که مثل سراب و یا دیدن یک جسم از توی گرمای شدیده که باعث میشه وقتی ما جسمی رو از توی گرمای شدید ببینیم حالت موجدار به نظر برسه. در کل که متوجه شدم دلیل علمی پشتشه و کاش میتونستم توی فیلم این رو به شما هم منتقل کنم. انگار یه افکتی به چشم اعمال شده یا یه فیلتری به چشم ما زده شده. اینجا روستای ولی آباده. روستای ولی آبادو داریم. خیلی مهه و اصلا پایینو نمیتونم بگیرم. بریم یکم جلوتر. اما نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که سفر باعث میشه دیدگاه آدم تغییر کنه و روی مهارت‌های نرممون به خوبی کار میشه. مهارت‌های نرم ما مثل مسئولیت پذیری، حل مسئله، انعطاف پذیری، رهبری، تصمیم گیری و غیره. در کل باعث رشد شخصیت آدم میشه. حالا به نظر شما چه مهارت‌های دیگه‌ای توی سفر باید آدم داشته باشه؟ خیلی براشون عجیب بود که من دارم از حلزون فیلم میگیرم. من اونجا یاد این جمله معروف افتادم که میگه ساکنان دریا پس از مدتی صدای دریا را نمیشنوند. چه تلخ است قصه عادت‌ها. متاسفانه یا خوشبختانه گرفتن ویدیو از پروانه و حلزون‌ها اصلا متوقف نشد، برای اینکه خیلی برای من جذاب و جالب بودن و برخلاف جاهای دیگه همشون در حال تحرک بودن و داشتن راه میرفتن، میخزیدن. متاسفانه بهشون هم نزدیک نشدم برای اینکه ترسیدم شاخ بزنن و از دور باهاشون یه خدافظی کردم و مه بود و واضح نیفتاد. البته بعدش پشیمون شدم که نزدیک نرفتم. خب یه دونه شاخ بود دیگه، چیزی نمیشد که میشد. در کل که گاهی نباید ترسید و گاهی باید ترسید و مرز این دوتا خیلی گاهی نامشخصه. و اما شعار آخر ویدیو نه به کمالگرایی